فرق خانوار نیست. بس اومد راست. هر یک شما مبارک باشد. امروز یک دسترخوان ایدانه در وطن عزیز آرا دادیم برای آمد. همه مهاجران خدا بچم ساق سلام به وطن بر بگردن، اردو خواهشون ببینن. دست کمه با عید رمضان میگه همه منور سلام. چی با؟ سلام درود به پایان. این داروهای گیاهی مغازه زیارتشاه چون هر وقت در خدمت شماست برادران اهل اسلام. هر اون نفری که در روسیه شهر مسکو یا اینکه پیتر میباشه مرحمت کنه به دکان زیارتشاه. این برادر ما استراحت کرده ای ملک فرخار تاجیکستان عزیز. چیان دارید اینجا؟ الحمدلله اکل دیگه جای تعریف نیست. هر وقت کسی که پرسفید خلکی تمام جاش در میکنه بیاریم 15 20 منت لوچکر کو جواب همه شما میگه عین استراحت رو میسید رو بخنید که بهترین نشون با همه توصیه میکنم که بیاین برادران در عمر دروزه کمی هم باشن استراحت کنید. بله این دکان ما یکی از گوشه‌های وطن هست. هر اون هموطنی که میبیه جان و جگر ما هست. بلکه کلید نه مهمان جان ما هست. مغازه زیارتشاه چون هر وقت در خدمت شماست برادرای اهل اسلام. سلام علیکم و رحمت الله. خدا یار و مددگار کنه. السلام علیکم دوستان و هواداران سونای رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تن صحت و خانه آباد هستین. خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. الحمدلله میگم که امروز به عید رمضان رسیدیم. خداوند ما را نصیب این عید گردان. دوستان عزیز با همین خاطر در رو برای کامera از همه شما احترامانه خواهش میکنم دوستان عزیز که در حقم دعاگو باشین و عید به هر یک شما مبارک باشد. امروز یک دسترخوان ایدانه در وطن عزیز آرا دادیم برای آمدن یار و دوستان، خویش اقربان، نفرانی که خانه یکدیگر زیارت میان. از آن جمله ما هم خواستم که از وطن عزیز با کلی مردم غریب، با کلی آن نفرانی که در دیگر دولت کار فعالیت میکنن این نواری مرا تماشا کردن از وطن عزیز، از وطن آباد و آسایشته خودمان یک تبریکات ایدانه کنم بهر هر یک شما دوستان عزیز که بگذار که شما هم در همونجا باشین، یک عید خاص اختار داشته باشین، یک عید گردک خاص اختار کنین، بهتر خوبتر بشه که ما عید داریم که عید قربانای دیگرش باشه عید رمضان. به همین خاطر نوار تماشا کنین، از نوار ما لذت برین. خاطر پیشرفت کار ما یا لایک کامنتر را دریغ ندارید. دوست آمد گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. رفتیم. دیدی نام مبارک. انا خیلی اید گردک میریم. عبدالله هیچ کاری است. فرق خانوار نیست. بس اومد راست. دیدی نام مبارک. خدا مبارک بین بچم. یکو. بی کو اومد ایدو مبارک سلامت باشید دوستان عزیز. یک لحظه بود که همان هم خیلی پر میکنیم ستاره چیکار میکنیم عید میکنیم با مونند اینا بچه‌ها میسن بتنشون چهارم است. چی گفتن دوستان عزیز؟ از مادر دعا میگیریم عید سر میکنیم همراه عبدالله جان. بچه جان پروردگار کریم تات نصرت نماید روز آخرتون خیرتون قبول کنه. همه مهاجران خدا بچم ساق سلام به وطن بر بگردن، اردو خواهشون ببینن. دست کمه با عید رمضان میگه همه منور سلام. امین دنیا را تنجیم امون. الله اکبر. هزار رحمت باشه جان. ما رفتیم با. چیکاری؟ عید کردی؟ اینا تو چهارم داشته. نام چیه؟ ها؟ چند ساله اباک جون؟ تو چی نام داری؟ یونس. تو بچه کی؟ بچه کی اسموی؟ اسم پسه نداده رو؟ اما کی نشه واسه؟ ای مالات استرا تا چی نم داره؟ ها؟ صدقی. ها؟ چه؟ ها؟ هسته تاجیونه؟ هسته. دوستش می‌داری تا؟ چی با؟ ها؟ یکون تمرینات نمیکنی همراه برادرها بینن در اونجا یک سلام علیک نمیکنی با اهل موجی؟ ها؟ اید رفتیم گردن یه هانسی کمه بچه که شیرینه ملاده
دوستان عزیز چقدر که در راسته میبینید در همین راسته ما مردم علاقه ایده آغاز کردن ای طرف این اید کرده گمایسن ای طرف اید کرده اومیسن همه جمع چکار کردن خرسنده که ایسن این روزی خوب و بهترین ایدی مردم مسلمان جشن گرفتن با همین خاطر تماشا کر راحت که برادرم که در غریبه طول چندین ساله ایدی تاجیکی را در وطن دیدگی نیستی با همین ویدیو ابراشین ما تماشا کرد در حقم دوره فراموش نکن رفتیم انا دوستان عزیز یک روزی که طول یک ماه انتظار دیم امروز اینا فرو رسید بیگاه شد السلام علیکم انا بچه ما اومد ایتی اومدی السلام اید کدی ها چند قید کدی کوی جا بیاد واه انا نگاه کنیم خوز میره این گرده که عبدالله جون رو میبینیم چند قید کرده گه بگی خوب رفتیم بگذار ماشاءالله کو بیا کی جا ایجا بیا که پاتس چکورا نمیگی که چند تا چورماق کرده باشه بچه‌ی ما بگاه شید شوم شید خوز میبینیم چیو چی کردی کو الا تخم تا برو چند تا داری چند تا تخم دو یگون تخم دادم بچه‌ام چند یک تخم بالام بگو سی پاتس چکو دو تخم ها پنج تخم ها هفت تخم شش تخم 10 تخم 5 تخم 5 تخم بود دارای اینه تا دیتا دیگه نستای کرده 6 تخم واه اینه واه ایش چند تخم 7 تخم ایش چند تخم 10 تخم واه ایش چند تخم ایش چند تخم حالا به ایش کسا گیری انا من هیچ نمیکنم انا یک تخم دیگه شیجه دار انا ایش تخم پختگی در اینجا ریخته انا نگاه کنید دوستان عزیز حساب کن نگاه کنید چند تخم حالا به بلند 1 2 3 4 5 12 13 17 1 2 3 4 14 این نه رو بدی نمی تخمک ساقیش کرده همه چی کرده دوستان عزیز این دوره بهترین دوره هست که همه دوره کودکی رو میدونن چقدر برادر جون عزیز یک نوارم برای شما بود که شاید که فرزند هم میبینه دیگر شخصیت میبینه کمی هم باشه عصب آروم شود علل خصوص این نوار با مردم غریب تعلق داره که به نهایت برای شما قینه الله مهربان دعاگو هستم که همه سوق و سلامت به نزد پدر مادر زن فرزند بر بگردین هر کسی در پخش مستقیما خاطر عبدالله جان یک چیره یا لایکا بگو ها یا لایکا ها یا لایکا بجقین الله نگهبانتون دستگیره فراموش نکنید خیر